من کیکو هم اومدم براتون یه ویدیو خیلی خفن بسازم. گاش تو این ویدیو راهروی اتوماتیک رو بهتون یاد میدم. یه کم دنگ و فنگ داره ولی آسون. خب تو درازا که هر چقدر خواستید بذارید، ولی اینجا شما 7 تا بلاک 1 2 3 4 5 6 7 تا اینجا 7. خب 7 تا بلاک میکنید، 2 تا وسطی رو میکنید و یه بلاک میکنید لاوا میکنید. خب یعنی اینو 2 بلاک ها میکنید، 2 بلاک میکنید، اینجا رو یه بلاک میکنید. اینجایی که بلاک کنید و استیک پیستون میذاریم، همه رو استیک پیستون همه رو استیکی پیستون میذاریم. همه رو که استیک پیستون گذاشتیم، روی همه یه بلاک گرس همه. حالا هر بلاکی باشه میشه، ولی من خب دوست دارم گرس. خب همه رو گرس میذاریم. همه رو گرس که گذاشتیم تموم شد. بلاک جلویی و حالا گلس میذاریم. این دفعه گلس. فقط این من برای این گرس گذاشتم که گرس خاک، برای همین خاک گذاشتم که مثلا خیلی معلوم نباشه، که یکم مخفی باشه. خب اینجا رو که کلا گلس هم گذاشتیم، بعد ما به استرینگ یا نخ نیاز داریم که از داداش عنکبوت به دست میاد. خب استرینگ بعدش میذاریم یه اسمش هم بلد نیستم، تریویک یه چیز اینطوری، هوک اسمش هوکه. حالا هوک رو سرچ کنید میاد. کریتیو اینو که گذاشتیم کامل همه رو میذاریم. همه رو که گذاشتیم بعد استرینگ برمیداریم یا همون نخ. حالا جلوی اینا ما همه نخ میذاریم. همه رو که نخ گذاشتیم، بس دل از من نخ رو بذارم.